خب همونطور که میدونید لاراول 11 هم لانچ شد و بریم که با هم یه نگاه بهش بندازیم. این اولین باریه که خودم هم میخوام لاراول 11 رو ببینم. خب بریم روی لوکال هاستمون و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. یه تغییرات ظاهری قشنگی هم اینجا داشتیم. خوبه، من انتظار نداشتم، فکر میکردم قراره همون شکلی باشه. حالا خیلی مهم نیست، مهم اینه که ساختار پروژه چه تغییراتی کرده. من توی ویدیوی قبلی 1-2 ماه پیش گفته بودم که قراره کلا خیلی مینیمال تر بشه، یه سری فایل ها اضافه حذف میشه و امکانش رو داریم که اضافهشون کنیم. یعنی قرار بود کانفیگ رو نداشته باشیم، ولی عجیبه که اینجا داریم یه سری کانفیگ رو، ولی خیلی کمتره به نظرم. مثلا میدل ورا رو نداریم و اگه بخوایم میتونیم اضافهشون کنیم. خب یه نگاه به 2 داکیومنت میخوایم بندازیم. یکی این که اصلا لاراول 11 چی کارا کرده. یه کار جذابی که کرده اینه که توی bootstrap/app.php که بذارین با هم ببینیمش. خب اینجا میتونین میدلورا رو رجیستر کنین، اکسپشناتون رو تعریف کنین و این به نظرم خیلی میتونه جالب باشه. یا یه کار دیگه ای که انجام داده اینه که خب همونطور که بهتون گفتم خلوت ترش کرده. یعنی ما اگه روت ها رو نگاه کنیم همونطور که از قبلم گفته شده بود، ما الان توی فولدر روت وب، یعنی در واقع فولدر روت وب رو داریم و کنسول رو. از رو متن نمیخونم، حواسم نبود عادت کردم بگم روت وب. و اگه بخوایم API و برودکستینگ و اینا رو داشته باشیم کافیه که کامنت بزنیم بیاین با هم یه تستش کنیم. یه اصلا اینو استاپ کنم و تا داره انجام میشه یکم صبر کنیم. خیلی طول دادن نمیخواست که. خب این برای این که ما بخوایم API داشته باشیم همه یه ریکوایرمنتاشو هم داره نصب میکنه. صرفا کاری که انجام میده این نیست که یه دونه فایل API رو اضافه کنه به روتمون. جالبه. خب تموم شه و دوباره PHP آرتیزانمون رو سرو کنیم. حالا تا وقتی که این داره تموم میشه، خب نه انگار که آخرشه، اینو یسش کنیم و دوباره سروش کنیم. خوبه، ما الان اینجا API رو داریم. خب مورد بعدی این که ما الان تو فولدر دیتابیسمون یه دیتابیس .sqlite داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم. من همینو کنسلش میکنم چون PHP یه داستانی داره که دوباره ورژنش رو باید ست کنم، به خاطر همین تنبلی میکنم. و اینجا من میام میگم که PHP artisan migrate بدون اینکه برم توی PHP میرم جدولا رو دیتابیس رو بسازم، بعد بیام کانکشنمون رو توی انف تعریف کنم. صرفا اومدم از همه SQLite که اینجا هست استفاده کردم و روی همین دیتابیس رو اجرا کردم. این برای محیط دیولپمنت خیلی میتونه کمک کنه، ولی برای پروداکشن هیچ وقت این کارو نکنین. SQLite این شکلیش به درد پروداکشن نمیخوره. اگه هم خواستین این فایل رو ببینین میتونین از یه SQLite ویور یا همچین چیزی، فکر میکنم من داشتم اینها، DB Browser for SQLite یا همچین چیزی استفاده کنین که ببینینش. خب تغییرات دیگه ای که داشتیم چیا بوده؟ یه سری تغییراتی داشته که حالا ممکنه خیلی به کارتون نیاد، ولی به نظر من یه سریش جالب بود. مثلا اینکه برای اینکه یه کاری رو برنامه‌ریزی کنین که مثلا روزی 1 بار انجام بشه یا ساعتی 1 بار، حالا هرچی، میتونین خیلی راحت از این استفاده کنین. نمیخونمش چون خیلی کلمه سختیه برام. و یه مورد دیگه اینه که توی کنترلر اصلیمون دیگه از هیچی اکستند نشده و اصلا خیلی خیلی خلوت‌تر شده. بیایم یه نگاه بهش بندازیم. توی اپ HTTP کنترلر داریمش و صرفا یه کنترلریه که ابسترکت اینجا صدا شده و از چیزی هم اکستند نشده. بحث دیتابیس رو که گفتم بهتون و اینا خیلی فعلا بهتره که بهش نپردازیم. دوست دارم به این موضوع پردازیم که اگه بخوایم از لاراول 10 به 11 آپگرید کنیم دقیقا باید نگران چه موضوعاتی باشیم و چی کارا باید انجام بدیم. معمولا لاراول بابت هر آپگریدی یه دونه توصیه میکنه که مراحلش رو پیش ببرین و یه داکیومنت این شکلی هم بابت همون ورژن جدیدی که اومده ارائه میده
که داخل اون داکیومنت دونه دونه میگه که خب برای اینکه از 10 به 11 بیایم چه ریکوایرمنت هایی داره و تاثیر، یعنی در واقع تغییراتی که خیلی زیاد مهم نیستن چیان، اونایی که مدیومن چه تغییراتی هن و اونایی که حتما باید بهشون توجه کنین و های ایمپکت هستن چیا هستن. اول از همه اینجا توضیح داده که خب هر کدوم از پکیجایی که احیانا ممکنه توی لاراولتون داشته باشین حداقل باید چه ورژنی داشته باشن. حالا مثلا اگر نصب داشتین باید این موارد رو چک کنین که این ورژن رو داشته باشین و احتمالا یه خورده درگیری سر این آپگرید خواهید داشت. یه پیشنهادی که می‌کنم اینه که حتما یکم صبر کنین که لاراول پکیجاش هم آپدیت بشن. یعنی اگر مثلا یه پروژه دارین که 2 سال دارین روش کار میکنین و ممکنه که انتا پکیج رو روش نصب کرده باشین در حال استفاده باشین، یکم صبر کنین و از اینکه همه اون پکیجا تو گیت هابشون آپدیت مخصوص لاراول 11 رو داشتن مطمئن شین و و بعد آپگرید رو انجام بدین. خب کافیه که این داکیومنت رو بخونین و مواردش رو انجام بدین. اینجا گفته اگر از لاراول اینستالر استفاده میکردین اصلا بیاین روی ورژن 56 و اگر یه وقت مشکل هش کاربران رو پیدا کردین، ببینید بذارین توضیح بدم. موضوع اینه که پسورد کاربرها توی لاراول های قبلی یک بار هش میشد، ولی الان اینجوری شده که از هر لاگین یک بار هش جدید داریم، یعنی پسوردش دوباره هش میشه و این ممکنه که باعث شه شما یه وقت به مشکل بر بخورین، یوزراتون نتونن لاگین کنن، که البته یه راهکار بامزه‌ای هم جلوتر گذاشته که بهتون میگم. بهتره که برین توی آپگریدتون این موضوع رو فالسش کنین، یعنی هر بار که کاربر لاگین میشه یک بار جدید پسوردش هش نشه. و یه موضوع دیگه این که ما یه کی داریم، اگه بتونم پیداش کنم، داشتم اینجا میخوندمش، به نظرم جالب بود. لاراول 11 اپ کی. یه موضوعی که هست اینه که توی لاراول 11 میتونین تعریف کنین که اگر از یه اپ کی که الان حالا جنریت شده، جدید ساخته شده، نتونست پسورد کاربر چک کنه و بهش اجازه لاگین بده، میتونین اون کی قبلی رو هم تعریف کنین. اینهاش اینجا تو همون سرچ هم دیدمش. اینهاش نه، میتونین اینو به عنوان یه وریبل، یه environment variable تعریفش کنین و اون کی قبلی رو بهش بدین که یه وقت کاربراتون برای ورود به مشکل بر نخورن. و در واقع کاری که سیستم میکنه اینه که اول اون کی جدیده رو تست میکنه، اگر جواب نداد و در واقع صدق نکرد، حالا محض احتیاط این کی قبلی ها هم چک میکنه و اگر این درست نبود میگه که خب شما اشتباه وارد کردی پسورد. دو مورد رو اضافه کنم. اول این که خب همونطور که میدونید فصل اول هر سال لاراول جدید لانچ میشه و از الان به بعد دیگه لاراول 9 پشتیبانی و باگ فیکسش ادامه نداره و لازمه که هر جور شده بیایم روی لاراول های بالاتر و حتی همین لاراول 11 هم قراره که تا 12 مارس 2026 حالا باگ های امنیتیش فیکس بشه و در واقع بعد همیشه حواسمون به این موضوع باشه که حداقل توی این جدول باشیم، دیگه بیرون تر از این جدول تو لاراول قبلی نباشیم که یه خورده ممکنه که خطر بدی برامون پیش بیاد. و موضوع دیگه این که اگر خواستید لاراول 10 رو به 11 آپگرید کنین، همونطور که خود داکیومنت هم گفته، فکر میکنم همین جاها بود. موضوعی که هست اینه که نمیخواد نگران این باشید که خب پس من الان یه سری فایل مثل میدلورا رو دارم، خب پس چیکار کنم، برم پاکش کنم و اینا. نه، واقعا لاراول الان با همون هم کار میکنه روی ورژن 11 و صرفا اگر قرار یه پروژه جدیدی رو با لاراول 11 راه اندازی کنین، خب میتونین از اون حالت مینیمال ترش داشته باشید و خیلی تر و تمیزتر شروع کنید. ولی آپگرید لاراول 10 به 11 مشکلی براتون پیش نمیاره و اون فایل رو میتونید داشته باشین و یه چیز آپشناله، چون شما قطعا حالا ممکنه یه سری تغییرات توش ایجاد کرده باشید و لازم باشه که داشته باشیدش. پس جای نگرانی نیست.